دوستان عزیز درود. نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را چون هر وقته با سخن سری ترانسفرهای داخلی آغاز میکنیم. اول گفتنی هم که به فکرم افتاب از سمت دیگر طلوع کرده است، زیرا باشگاهی در گذشته آوازه‌دار منطقه جنوب با نام وخش که امروزها زیر نام ختلان در لیگ عالی پایزنی دارد، در بازار ترانسفری از خود صدا بلند کردنی است. بازیکن گانگی کریستیان دودزی الکی به صف تمرین‌های باختری‌ها پیوسته است و احتمال می‌رود که به صف ختلانی‌ها بپیوندد. استقلال باشد این نوبت هموطن لوکا مودریچ را به تاجیکستان می‌آورد. مارکو پرکوویچ 31 سال از خرواتیا عین حال در بررسی دسته استقلال قرار داشته. آخرین مکان فعالیتش دسته MTK بوداپشت به شمار می‌رود. بر زمین استقلال شماره بازیگران جوان را در هیئت زیاد نموده این نوبت با فوتبال بازی جوان صادق قربانوف شرطنامه بست. عضو دسته منتخب جوانان تاجیکستان U20 صادق قربانوف به دسته استقلال گزارش نمود. چمپیون بسیار کرته مملکت استقلال دوشنبه با حمایتگر جوان صادق قربانوف به مهلت 2 سال شرطنامه همکاری بست. در حال حاضر فوتبالباز یکجا با منتخب جوانان تاجیکستان U20 به قسم نهایی چمپیونات آسیا 2023 آمادگی می‌بیند. صادق قربانوف 19 ینور سال 2003 تولد شده، ختم کرده اکادمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان میباشد. قبلا در دسته‌های برقچی و دینامو هنرنمایی نموده است. استقلال همچنین تقدیر ناتینگهام فارست را در خریداری بازیگران ادامه داده. این نوبت دفاعگر 28 ساله کوت دیواری سدریک گوگا در بررسی دسته استقلال در ترکیه قرار دارد. سدریک در خط دفاع مرکز بازی میکند و تجربه بازی در هیئت دسته‌های روتاری ولگاگراد، تامبوف و سسکای مسکو را دارد. آخرین مکان فعالیتش تیم توران ازبکستان بود. سدریک حال حاضر بازیکنی آزاد است. اگر با این بازیگر شهران دوشنبهگی شرطنامه امضا کند، پس میتوان گفت که چرفچنکو شاگردان پیشین خود و نفران شناس از فوتبال روسی را در دوشنبه به هم می‌آورد. به گفت مردم این کارها را مافیا کنی مینامند، یعنی چرفچنکو مافیای خود را جمع کردن است و اگر کارها قرار نگیرند کلی بازیگران چون مرغابی بچه‌ها بعد مرغابی بزرگ گسیل کرده می‌شوند. همزمان روشنی کلوب در پیشروی موسم جدید تغییرات دیگری ترانسفری انجام داد. این نوبت دسته انتی تاریک از شهر 2700 ساله با خالمراد نظروف قرارداد تا آخر سال 2023 نوشته کرد. بازیکن در خط دفاع مرکز بازی میکند و موسم گذشته در هیئت دسته کوکتاش هنرنمایی میکرد. خلاص اگر گپ اینجا سر شهرتمندی نامی خالمراد برود، به فکرم بهترش خالمراد صدیق از لحظه گوارا را می آوردند تا وقتهای باختهای دستوی به دل ارتش سرشمار مخلصان روشن ملهم میبخشید. دسته دیگری که در برابر کارهای بانکداری همچنین در ترانسفری بازیگران خود را هر طرف نشان دادن میگیرد، این اسخط خوجند است که نوبت سابق بازیگر استقلال و نفر گسیل شونده از چمپیونات ازبکستان شریف بیک رحمتوف را زیر بررسی گرفته است. احتمال می‌رود که جانب‌ها روزهای نزدیک روی قرارداد همکاری 1 ساله امضا می‌گذارند. صحیفه اینستاگرام 90 دقیقه باشد بر آن است که فیضکند با بهترین نشانزنی لیگ یکم در سال 2020 عوض قمچینوف شرطنامه بست. سال گذشته عوض قمچینوف در هیئت دسته‌های روشنی کلوب و هولبوک واسه هنرنمایی کرد. اینجا باید گفت که هرچند نظرزاده ایرانی واسگی ها را به سمت زینه های افتخاری بردن نتوانست، دسته با امید است که با آمدن عوض دسته را به پیش قمچین میکنند. اگرچند پیش 2 گراندی لندنی از برای میخائیل مودریک دست به گریبان بودند و اخیراً مودریک بر عوض 100 میلیون یورو پیراهن چلسی بر تن کرد، دفاعگر منتخب اوکراین سرگئی کریفساو را باشد بریتانی خیلی هم معروف و چند سال باز مقیم امریکا شامل تیمش نمود. به طور دیگر گوییم باشگاه امریکایی اینتر میامی که یکی از صاحب ملکانش دیوید بکهم باشد با بازیگر شختیار دونتسک خود را پرقوت کرد. شرطنامه با بازیگر اوکراینی تا آخر سال 2024 مهلت داشته. با وجود 31 سال داشتن بازیگر میتوان گفت او به گرمکنی کرسی احتیاطی نخواهد رفت. به صفی دسته از لس آنجلس بازیگر منتخب امریکا به پول گزارش کرده در امریکا او نه تنها چون بازیگر میدان بود بلکه حیات آسوده بیرون از جنگ شدید اوکراینی را برایش تضمین خواهد کرد.
ناتینگهم فورست باشد با سروان منتخب گانا اندره ایو تا به آخر موسم شرطنامه امضا کرد و این هم 30مین ترانسفری باشگاهی در موسم جاری است. ناتینگهم فورست باشد باری دیگر در امضاکنی شرطنامه با بازیگران جدید چقانیش را نشان داده. این مورد از امضاکنی شرطنامه با نیم حمایتگر 33 ساله چون فوتبال بازی آزاد اعلان نموده بود. باشگاه اخیری ایو باشد الصد قطری بود که شرطنامه میان جانب‌ها پایان یافته بود. قرارداد کاری سروان منتخب گانا با جنگلبان‌ها تا آخر موسم مهلت داشته. بازیگر خود رقم 42 را انتخاب کرد، زیرا با خریداری هر روزه بازیگران در دسته دیگر پیراهن‌های دو رقمه را جای نمانده است. ولی مهمتر از همه عجیب است که استیو کوپر اینقدر بازیگران نو را چقدر در هیئت جای میکند، یا که در جنگل‌های ناتینگهم یگان چمپیونات بین خودی زورتر از پریمیر لیگ انگلیا هم وجود داشته باشد. شماره جنگلبان‌های نو اگر الکی به 30 نفر رسید، باید گورگان هم ارتش خود را از نالازمان پاک کنند. گورگان انگلیسی و یا خود وولورهمپتون دفاعگر ارسن مسکرا را به اجاره به دیگر جانب و سینسیناتی امریکا روان کردند و این هم با وجود آن است که آدمان زیاد بهره گرفتن ویزای ورود به کشور بایدن خونی دل میخورند. کلمبیایی 21 ساله همین طریق با بهانه فوتبالی سرحد پرقدرت ترین کشور دنیایی را با آسانی عبور نموده با دسته MLS قرارداد اجاروی به مهلت تا 30 ایون سال 2023 بسته است. به انگلیا باشد مسکرا تابستان سال 2021 آمد، ولی با سبب جراحت‌ها در صف گورگان تنها در یک بازی به شکار برآمد و این هم در جام لیگ انگلیا. در مورد گورگان که گفتیم، از روبهانی در همه دوران براحت هم نباید فراموش کرد. هرچند که روبهان با مکاریشان در دلخواه حالت از آب خشک میبرایند، ولی روبهان از لستر را وضع فعلی موسمی به تنگ آورده است. با استفاده از فرصتی مناسب باید گفت که در دور آخر لستر سیتی از دیوان سرخ سخت شپاتی خورده. چند پیش باشد ایاس پرس را به تست آخر موسم به اجاره گرفت. فوتبال بازی 29 ساله و صفی لستر از نیوکاسل سال 2019 گزارش نموده شرطنامه‌اش با روبهان هم تا تابستانی همین سال است. از این رو طبق قرارداد رمزی زمستانی مهلت اجاروی تا سنه 30 ایون همین سال بوده. روبه چشم گرسنه را برمحل به پالز اسپانی به بودرینگ خوری روان کردند. دسته دیگری مشکل داشته انگلیا لیدز یونایتد می باشد که با دفاعگر تیم سروت و منتخب جوانان پرتغالیا دیاگو مونتیرو شرطنامه 3.5 ساله امضا کرد. دیاگو مونتیرو 18 ساله نه به داد دسته بحرانی اساسی آمده بلکه در تیم جوانان لیدز برآمد می کند. باید یادآور شد که مونتیرو به شمول جوانترین بازیگران سوپرلیگ شویتزاری داخل شده در تیم اساسی سروت در سن 16 سالگی به قول دبیوت کرده است. در موسم جاری چمپیونات شویتزاریا دفاعگر پرتغالی 3 بازی گذرانیده یگان عملی نتیجه بخش را به آمار نگرفته است و یا به قول مردمی در 3 بازی یگان چی از دستش نآمد. در جنبستی سخنسری سوداکاری‌های انگلیسی میتوان گفت که در 5 سال اخیر دارای موازنه بدترین ترانسفری چلسی است، یعنی که لندنی‌ها 749 میلیون یورو بیشتر از درآمدهای سودایی مصرف کردند. پایگاه تحلیلی CS فوتبال ابزرواتوری ردبندی باشگاه‌ها با موازنه بدترین ترانسفری را در 5 سال اخیر منتشر کرده دسته تود بولی در این ردبندی مقامدار زینه اول است. خریداری‌های زیادی زمانی نو و بر زمین تا به حال به نتیجه سببگار آن شدند که چلسی در قیاس به درآمدها 749 میلیون یورو ضرر دیده است. دومین دسته از لحاظ پول کارکنی ناچخان در ترانسفرها منچستر یونایتد می باشد که 670 میلیون یورو ضرر دیده است. آرسنال باشد بیشتر از 544 میلیون یورو ضرر یافته. تاتنهمی که در جایزه ها را حتی در خواب هم ندیده است 477 میلیون در بازار دچار ضرر شده است. اینجا اگر کوشش‌های آرسنال در راه قهرمانی به قول آنها را سفید کرده باشد، ولی خیلی عجیب است که تاتنهم اینقدر خریداری میکند ولی در حالی که از جایزه ها آن را مسافه های کیهانی جدا میکنند.
با آغاز گپ سر کارهای اقتصادی تیم‌های مافیازی میتوان گفت که یوونتوس بعد حکم‌های سودی سرسخت با مرام به خود میآید و در جدول سری آ به قول چونشری یارادور خود را الکی تا به زینه هفتم رساند. در بازار باشد به همگان اعلام کرد که من بعد تیم ساسولو دیگر نسبت مانوئل لاکاتلی هیچ صدا بلند کردن نمیتواند، زیرا دسته سابق رونالدو الکی لاکاتلی را از ساسولو بر عوض 25.12 میلیون یورو پوره خریداری کرد. چطور کالچیو فینانس همگان را از خوابی گران میخزاند. روند خریداری کنی بازیگر بعدی بازی مقابل سالرنیتانا 3-0 به طور خودکار عملی کرده شد. بهره گزارش پوره لاکاتلی از خزینه یوونتوس 25 میلیون یورو کم می شود و این مبلغ هم در دوام 3 سال مالیوی به مضافات مده نمی رسد. همچنین طبق قرارداد پرداخت‌های علاوه پولی‌های حجمش 12.5 میلیون یورو نیز در نظر است که 5 میلیون یوروی آن را کیمکای مالکان ساسولو در جیب زده و ممکن مصرف هم کرده باشند. مانوئل لاکاتلی از ساسولو به صف یوونتوس تابستان سال 2021 عیناً بعد همان برآمد قهرمانانه در یورو 2020 طریق اجاره گزارش نموده تا این دم در صف تیم تورینی 49 بازی در سری آ گذرانیده است. 3 گل و 4 اسیست باشد آمار فعلی لاکاتلی بوده. در دربی تورین هم باید به این بازیگر سخت توجه کرد. روما باشد به درجه از نیکولو زانیولو خلاصی میجست که بعد رفتنش به گالاتاسرای مورد تبلی شدی میزد. ترکان باشند برای این ایتالیایی جوان 16.5 جمعی 13 میلیون یورو پرداخت میکنند. شرطنامه تیم آوازدار استانبولی با زانیولو 4 سال مهلت داشته. تیم بعدی میتواند بازیگر را بر عوض 35 میلیون یورو خریداری کند. معاش کاری بازیگر باشد 3.5 میلیون یورو سالانه است. در صف روما زانیولو از سال 2018 برآمد کرده بر زمین 128 بازی و 24 گل. همچنین دشمنی با مورینیو و رهبریت دسته را نسبت خود به مراتب زیاد کرد، در حالی که از این استعداد جوان شهر جاویدان محبت صمیمی و نفر عوض کننده بودن امپراتور را انتظار بود. ولی چطوری میگویند انتظاری ها نه همه وقت جامعه عمل میپوشند. بازیگری دیگری رهگم زده که در قیاس با زانیولو نسبتاً پیر است خسته می باشد که این نوبت راه سمت شهر گینویا پیش گرفت و شرطنامه به مثال فوتبالی تاجیکانه کوتاه مدت تا آخر موسم امضا کرد. به سخنهای دیگر سابق حمله‌ور ریال و PSG و یا دقیق ترش نفری که هم در مادرید و هم در پاریس به قول لاخ شده بود ادامه مسند ورزشی در تیم سامپدوریا می نماید. تنها همین را میتوان علاوه کرد که بازیگری 29 ساله به صف تیم ایتالیایی چون فوتبال بازی آزاد گزارش کرد، یعنی این معنای آن را دارد که پیشتر از این هم خاصی برای هیچ کس لازم نبوده است. علام‌آور هم آن است که وقتی در تیم آنکاراجوی ترکیه هم کسی تو را پسند نمی کند. در مسئله منفیت از ترانسفرها اگر چلسی ضرری از همه بیشتر دیده است، نماینده لیگا نوس لیگای تماکونه بلکه لیگای کسبی فوتبالی پرتغالیا چنین نام دارد فایده از همه بیشتر دید. تیم بنفیکا در 5 سال اخیر صاحب موازنه بهترین بوده 370 میلیون یورو در بازار کار کرده است. در این رویخط لیل فرانسوی دوم و آیاکس هلندی سوم شدند. در حالی که سگانه فعال بازاری تماما دیگرند، پس مالهای ارزان چینی و لباسهای ترکی را کجا کردند؟ در ادامه فعالی بنفیکا میتوان علاوه کرد که CS فوتبال ابزرواتوری ردبندی باشگاه‌ها را با موازنه بهترین ترانسفری نشر کرده است. همین طریق نتیجه بهترین را از میان 100 باشگاه‌های فوتبالی از روی درآمد و مصرفیات‌های ترانسفری بنفیکا نشان داده حجم مبلغ درآمدش از بازار در قیاس به خراجات‌ها 370 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. لیل باشد 292 میلیون یورو در 5 سال شامل خزینه کرده، آیاکس جمعی 287 میلیون یورو. اکنون پی بردید که چرا بنفیکا در زینه اولی درآمدهای ترانسفری هست و چلسی از آخرین زینه یکم گرفت، زیرا 120 میلیون پول از برای انسو فرناندز را واقعا هم چلسی به خزینه پرتغالی ها روان کرد و بعداً کریم ادیمی از همین بازیگر 120 میلیون را در رقابت 1 بر 1 به قول سخت شگفت کرد. 5 سال پیش کی تصور کرده میتوانست که رونالدو در عربستان بازی میکند
و رفیق جینگلاموی برزیلیش حتی در چمپیونات یونان تنها بعد 10 بازی می ایستاد و خلاص. سابق بازیگر رئال مادرید واقعا هم با اولمپیاکوس قطعی شرطنامه کرد. جانب‌ها با راضی طرفین شرطنامه را قطع کردند که هنوز سرآغاز ماه سپتامبر سال قبلی بسته شده بود. این حال باشد مارسلو وییرا دا سیلوا جونیور 24 ساله در استراحت و یا به قول در رخصتی بهمولت قرار دارد. کنده شاهنپانی در حال پوسش قرار داشته روسی که چند پیش از ادانا دمیرسپور ترکی گریخته بود، وابسته به آنکه دسته نو را برایش نیافت و باز هم نیافت، اخیراً با همشهریگری در لوکوموتیو شکمدرد جای کار پیدا نمود. رایحانچیان به ارتیوم دوزیوبا تنها شرطنامه مولتش تا آخر موسم باور کردند. بازیگر 34 ساله در صف لوکوموتیو تحت رقم 7 برآمد نموده. چطور معلوم گردید طبق شرطنامه ماهانه دوزیوبا در یک ماه 2.5 میلیون روبل معاش میگیرد. برای ارتیوم باشد لوکوموتیو ششمین باشگاه پریمیر لیگ روسیه بعد اسپارتاک، تامی به آن دنیا رفته، رستوف، زینیت و ارسنال گردید. در آخر تنها همین را گفتنیم که با وجود داشتن چنین ننگ و نام در فوتبال محلی، دوزیوبا قادر نیست قطارهای صدموی را سرعت بخشی نماید. سابقه‌دار دیگری را که لوکوموتیو به فکرم تنها به خاطر تجربه در ارژده آرنا خوش آمدید گفت، ایگور سمولنیکوف است که در لاکو رقم 8 را انتخاب کرد. این بازیگر 34 ساله است تا آخر موسم در لاکو بوده. در موسم جاری سابق بازیگر منتخبی از همه جا عاق شده منتخب روسیه در صف تورپدو هنرآزمایی میکرد و با تیمش قطعی شرطنامه کرد. گزارش سابق بازیگر زینیت ایگور سمولنیکوف را میتوان با موشی پیری گریزان را از یک کشتی غرق شونده به کشتی دیگر معنی داد کرد، زیرا دیگر از دست چنین بازیگران هیچ چیز نمی آید. گویا که در جوانیشان بازیگرانی به مثال دوزیوبا و سمولنیکوف بیرون از وطن به دستاوردهای بزرگ نائل شده باشند. در فرجام برنامه امروز از شان و شهرت مدیا لیگ روسیه میگوییم که چطور بازیگرانش در فوتبال کسبی نیز درخش خاصه خود را دارند. به طور مثال سلام اشور محمدوف از بروک بویز به پرتغالیا رفت و بازیگر امکال پراکوپ باشد اندک هم باشد در بوتو بلغاری نیرو سنجید. خود امکال هوسکارانه باشد در جام روسیه دو تیم کسبی با نام تور و زارکی را شکست داد و از وزدای پتربورگ تنها در پنالتی زنی ها شکست خورد. در بوتو باشد پراکوپ تنها 4 ماه تحمل کرد و دیگر باره به امکال برگشت. در صف بوتو باشد پراکوپ 3 بازی گذرانیده 1 گل هم زده است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.